از ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمودند الله تبارک و تعالی فرشته های یعنی مأموران غیر از دیگر فرشتگان دارد که در زمین گردش می کنند و مجالس ذکر را می جویند. پس هرگاه مجلس یافتند که در آن ذکر و یاد خدا انجام می گیرد، با اهل آن مجلس می نشینند و با بالهایشان همدیگر و آنها را تا آسمان دنیا می پوشانند، یعنی از آنها حفاظت می کنند. پس هرگاه مجلس به پایان می رسد و اهل مجلس پراکنده می شوند، فرشتگان به سوی آسمان می روند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال در حالی که بهتر از فرشتگان به احوال و اوضاع بندگانش آگاه است، از آنها می پرسد از کجا می آیید؟ فرشتگان جواب می دهند از سوی گروه از بندگانت در زمین می آییم که تو را تسبیح و تکبیر و تحلیل می گویند و سپاس و ستایش تو را به جای می آورند و از تو طلب و خواسته های دارند. الله جل جلاله می فرماید از من چی می خواهند؟ یعنی بندگانم از من چی می خواهند؟ فرشتگان در جواب می گویند از تو بهشت را می خواهند. الله متعال می فرماید آیا بهشتم را دیدند؟ فرشتگان می گویند نه پروردگار، بهشتت را ندیدند. الله سبحانه و تعالی می فرماید اگر بهشتم را می دیدند حال و اوضاعشان چگونه بود؟ باز الله سبحانه و تعالی می گوید دیگر از من چی می خواهند؟ فرشتگان در جواب می گویند از تو پناه می خواهند. خداوند می فرماید از چی چیزی از من پناه می خواهند؟ یعنی بندگانم از چی چیز از من پناه می خواهند؟ فرشتگان در جواب می گویند خدایا از آتشت، یعنی از جهنمت. الله سبحانه و تعالی می فرماید آیا جهنمم را دیدند؟ فرشتگان می گویند نه خیر. الله سبحانه و تعالی می فرماید اگر آتشم را یعنی جهنمم را می دیدند حال و وضعشان چگونه بود؟ باز می فرماید دیگر از من چی می خواهند؟ فرشتگان می گویند از تو طلب بخشش دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند می فرماید آنها را بخشیدم و آنچه که از من خواستند به آنها دادم و از آنچه به من از آن پناه بردند پناهشان دادم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فرشتگان میگویند خدایا در میانی آنها فلان بنده بسیار عاصی و گناهکار وجود داشت. او از کنار مجلس آنها میگذشت و با آنها نشست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند میفرماید او را نیز بخشیدم. آنها با هم هستند و هر کسی با آنها بنشیند ضرر نمی کند و شقی و بدبخت نمی شود. و در آخر دعا می کنیم که الله سبحانه و تعالی ما را از بندگان ذاکرین خود بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.